بعد نتیجه‌گیری و خلاصه‌برآوری، سنجیدن نیروی ذهنی، مهارت سخنرانی و سخنوری و قابلیت ایجادی داوطلبان، اینک فرصت قدرشناسی غالبان دور شهری آزمون جمهوری فروغ سوپی دانای کتاب است فرا رسید و پس از چند لحظه بهترین‌های دور سوم آزمون مذکور در شهر دوشنبه معین کرده می‌شود. یادآور می‌شویم که در دور شهری آزمون 423 نفر داوطلبان شرکت ورزیدند که نسبت به سال گذشته 143 نفر زیاد می‌باشد. طی 4 سال است که در جمهوری تاجیکستان با تشبث و سیاست فرهنگ‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آزمون جمهوری فروغ سوپی دانای کتاب است دایر می‌گردد. آزمون مذکور با مقصد دریافت چهره‌های نوی سخندان و سخنور راه اندازی شده است. مورد قید است که در کاخ سروش شهر دوشنبه مراسم مکافات سپاری به غالبان دور سوم آزمون مذکور دایر گردید. قبل از آغاز این تدبیر فیلمی مستند از جریان آزمون نامبر شده منظور حاضرین گردانیده شد. سپس معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده همه اشتراکداران این آزمون سطح بلند را تبریک و تهنیت گفت و اظهار قناعتمندی نمود که آزمون مذکور در مهلت کوتاه شکل عمومی را کسب کرد و سال از سال توجه قشرهای جامعه به کتاب و کتابخوانی بیشتر گردیده ایستاده است. سال روان در دور سوم آزمون مذکور از 4 ناحیه پایتخت داوطلبان از روی 5 نامیناسیون شرکت ورزیدند و به 94 نفر آنها امکانیت دست داد که صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردند. از جمله از این شماره 44 نفر خواننده مؤسسه‌های تعلیمی و لیسه و گیمنازیاها، 22 نفر دانشجوی مکاتب عالی پایتخت، 28 نفر آموزگار و شخصانی کسب و کار گوناگون میباشند. شاعره مدلی و دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نامبرده مراتب دوم است که در آزمون شرکت می‌ورزد. در آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی کتاب است از روی نامیناسیون دوم از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک شرکت ورزیدم و اینک در دور شهری صاحب جای اول گردیدم. آزمون فروغ سوپی دانایی این یک راه است. این یک تشبث بزرگی است که ما جوانان، نورسان، دانشجویان همه را به کتابخانه جلب کرده است. غالب گردیدن هم زحمت شبانه روزی را می‌خواهد. مثلا من هم چندین سال‌ها است که در این آزمون شرکت می‌کردم ولیکن بعضا میشد که غالب نمی‌گردیدم، روح افتادگی میشد، لیکن ما باز با قوه نو شروع کردیم. فرخنده شریپова از لیسه اینواسیونی شهر دوشنبه از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی مقام اول را سزاوار گردید. طول 2 سال است که در این آزمون با شکوه جمهوری فروغ سوپی دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزم. سال گذشته در دور شهری سزاوار جای نگشتم ولی راه افتاده نشده با تیاری جدی به دور شهری آمدم و در این دور سزاوار جای اول گشتم. سپاسگزاری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون‌های با شکوه را برگزار نمودند. همزمان کارمند مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهاریسا مغفرت اشورو و غالب این آزمون سطح بلند گردیده با دور جمهوری را خط گرفت. یادآور می‌شویم که در سال سپری شده نیز از شبکه مذکور یکی از کارمندان آن مظفر سلیمانی غالب دور جمهوری آزمون گردیده بود. باعث افتخار است که ما می توانیم در قطار بهترین ها از شهر دوشنبه در دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی کتاب است اشتراک می نماییم. البته این باعث افتخار است که هر یک شخص طبق همون دانش از برنموده‌اش، طبق موافق همون کتاب‌های از برنموده‌اش صاحب جایزه می‌گردد. باعث قید است که آزمون مذکور توجه زیادی نسل نورس و طبقه‌های مختلف اهالی را به کتاب و کتابخوانی دوچند نمود. البته داوطلبانی که اثرهای زیادی را خوانده، شعر و لغت‌ها را از خود کردند و با دانش و استعداد سخنرانی و سخنوری خود باوری داشتند، غالب دور شهری این آزمون با نفوذ گردیدند. اکنون غالبان دور سوم هنر ذهنی خویش را در دور جمهوری که گذراندن آن در دهه اول ماه دکبر به نقشه گرفته شده است می‌سنجند.